بصدق ربا وعرفت بحق معناه. كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز هم انشاءالله میپردازیم به یکی دیگر از نامه‌های زیبای الله، اسماء الله الحسنی. همان گونه که تمام اسماء الهی و صفات الهی زیبا هستند، اما نامی که امروز و در این جلسه به آن میپردازیم خودش زیبا هست. یعنی معنی این نام معنی زیبایی است. نام مبارک الجمیل یکی از اسماء حسنا و نامه‌های زیبای الله خود زیبایی است. الجمیل یعنی زیبا، و جمال و زیبایی یکی از صفات الله متعال هست. این یکی از نامه‌های مبارک و اسماء حسنای الله متعال هست. این نام مبارک الله متعال در قرآن نیامده. یعنی نام الجمیل به این صورت در قرآن کریم در هیچ آیه‌ای برای الله متعال به کار برده نشده و این نام جزو نامه‌هایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله متعال به کار بردند. یعنی این نام دلیلش و سندش از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. چرا ما معتقد هستیم که نام الجمیل نام الله هست و یکی از اسماء الهی هست و صفت جمال یکی از صفات الله متعال هست؟ به این دلیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو فرمودند. فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم این هست که ان الله جمیل یحب الجمال. در صحیح مسلم الله متعال جمیل هست، زیبا هست، الجمیل هست و زیبایی را دوست دارد. پس بنابراین جمیل یکی از نامه‌های الله متعال و جمال و زیبایی یکی از صفات الله متعال هست. راوی این حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هست. میگوید یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. هر انسانی که به اندازه یک ذره در قلبش تکبر و غرور باشد، چنین انسانی وارد بهشت نمی شود. فرمودند که هر کسی که غرور داشته باشد، تکبر داشته باشد، وارد بهشت نمی شود. این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یعنی این که همان گونه که ما ظاهر خودمان را آراسته می کنیم و زیبا می کنیم، باید باطن ما، درون ما و اخلاق ما در کنار اعمال ما باید زیبا باشد.
تنها زیبایی ظاهری، زیبایی لباس و اندام برای ما کفایت نمی کند. قلب شما هم باید پاک باشد، زیبا باشد. اخلاق و برخورد شما باید زیبا باشد. فرمودند هر کسی که قلبش نازیبا باشد و در قلبش مقدار یک ذره‌ای غرور و تکبر باشد، چون این فردی وارد بهشت نمی شود. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که در آن مجلس حاضر بود گفت که یا رسول الله، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. گفت که یا رسول الله، خب همه ما دوست داریم که لباس ما خیلی زیبا باشد، متفاوت با دیگران باشه، کفش ما خیلی زیبا باشد. آیا این تکبر حساب می شود؟ یعنی این صحابی فکر می کرد که تکبر این است که انسان از نظر ظاهری به خودش رسیدگی بکند، آراسته باشد، لباس زیبایی تنش باشد، کفش زیبایی را بپوشد. فکر می کردند که این شاید جزء مفهوم تکبر باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند نه، این تکبر نیست، این جمال هست، این زیبایی هست. ان الله جمیل یحب الجمال. این که شما میگوی یک انسانی لباسش آراسته و زیبا باشد، کفش زیبایی رو پوشیده باشد، این زیبایی هست. الله متعال جمیل هست، زیبا هست و زیبایی را دوست می‌دارد. این تکبر نیست. تکبر یک چیز دیگر هست. فرمودند که الکبر بطر الحق و غمط الناس. تکبر نادیده گرفتن حق هست، نپذیرفتن حق، سرکشی در مقابل حق و تحقیر مردم. اگر حق رو قبول نکردی، سر باز زدی از پذیرش حق و دیگران را حقیر پنداشتی، این یعنی تکبر. اما این که دوست داری که لباست زیبا باشد، کفشت زیبا باشد، خانه‌ات زیبا باشد، ماشین، مرکب و سواریت زیبا باشد، شهرت زیبا باشد، این تکبر نیست. ان الله جمیل یحب الجمال. بلکه برعکس، این صفت زیبایی را الله متعال دوست دارد، زیرا که الله متعال زیبا هست و تمام صفات الله متعال من جمله زیبایی صفات محبوبی هستند. زیرا که نام الجمیل زیبا هست، ذات الله متعال زیبا هست و چون که الله متعال این صفت زیبایی را دارد، الله متعال صفات خودش را دوست دارد و هر کسی که این صفات الهی را در وجود خودش زنده بکند، الله متعال او را هم دوست خواهد داشت. ان الله جمیل یحب الجمال. الله زیبا هست، زیبایی را دوست دارد. اما این که الله متعال زیبا هست یعنی چی؟ در چه ابعادی الله متعال زیبا هست؟ الله متعال در زیبایی که خود الله متعال خالق زیبایی هست، بالاترین درجه زیبایی را دارد. بدین معنی که الله متعال متصف به جمال هست در ذات خودش، یعنی ذات الله و وجود الله متعال زیبا هست. خودش آفریدگار زیبایی هست و الله متعال از تمام زیبایی ها زیباتر هست. زیبایی الله متعال حد و مرزی ندارد، قابل وصف نیست. بدین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیشتر از همه الله متعال را می شناخت، می فرماید که لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. من نمی توانم تو را تعریف کنم، مدح و ثنایت را بگویم، زیرا که جمال تو، کمال تو، زیبایی تو در حدی هست که غیر قابل توصیف هست. انت کما اثنیت علی نفسک. تو آنگونه ای
زیبایی تو، جلال و کمال تو آنگونه‌ای هست که خودت گفته ای، آنگونه هست که خودت میدانی. پس بنابراین جمال الله متعال در مرحله اول جمال ذات الهی هست، یعنی الله متعال در ذات خودش جمیل و زیبا هست. در روایتی که در صحیح مسلم هست، حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه روایت می کند، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد بهشتیان مطالبی رو بیان فرمودند که یکی از نعمتهای بسیار والا و ارزشمند الله متعال در بهشت رؤیت الله متعال هست، لقاء و دیدار الله متعال. تمام نعمتهایی رو که انسان در بهشت از آن برخوردار می شود، یک طرف و نعمت رؤیت و لقاء الله متعال یک طرف هست. در این روایت حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که بهشتیان وارد بهشت می شوند، الله متعال به آنها می گوید که اتریدون شیئا ازیدکم، آیا می خواهید یک چیزی اضافه به شما هم بدهم؟ یعنی بهشت را داده، تمام ناز و نعمت بهشت را داده، تمام راضی هستند. بازم الله متعال می فرماید که اتریدون شیئا ازیدکم، آیا چیزی رو میخواهید که اضافه به شما بدهم از این وضعیتی که در آن هستید، از این ناز و نعمتی که در آن هستید؟ بهشتیان میگویند که نه، دیگه چیزی نمونده. الم تبیض وجوهنا، مگر چهره های ما را زیبا نگرداندید، ما را سفید رو و خوش رو نگردانیدید؟ الم تدخلنا الجنه و تنجینا من النار، آیا مگر ما را وارد بهشت نکردی و از آتش جهنم نجات ندادی؟ یعنی این که نعمتهایی را که بهشتیان در انتظارش بودند الله متعال به آنها داده. در ادامه روایت هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماد فیکشف الحجاب، الله متعال حجاب را برمی‌دارد و بهشتیان الله متعال را می‌بینند. فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم، هیچ چیزی محبوبتر از این نیست که مؤمنان در بهشت الله متعال را ببینند. بالاترین نعمت هست که جمال و زیبایی الله متعال را ببینند. رؤیت الله متعال در دنیا میسر نیست، کسی در دنیا الله متعال را ندیده و نخواهد دید، اما در قیامت و در بهشت رؤیت الله متعال یکی از نعمتهای الهی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که شما در بهشت پروردگارتان را مانند این که در دنیا خورشید را یا ماه را میبینید، الله متعال را در آخرت همین گونه خواهید دید. لا تضامون فی رؤیته، برای دیدن الله و ملاقات الله شما مجبور نیستید بر همدیگر فشار بیاورید، ازدحام بکنید. این یکی از نعمتهای الهی هست در روز قیامت. الله متعال به اندازه زیبا هست که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زیبایی الله متعال را به تصویر میکشند، میفرماید که حجابه النور، حجاب وجه الهی نور هست، یعنی الله متعال در پرده و حجابی از نور هست. لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى الیه بصره من خلقه. در صحیح مسلم الله متعال در حجابی از نور قرار دارد، یعنی صورت الله متعال و وجه الهی در حاله از نور و پرده از نور هست. اگر این پرده و حجاب برداشته بشود، درخشش
زیبایی های الله متعال به تا هر جایی که دید کار بکند همه را از بین میبرد و میسوزاند. یعنی این که الله متعال بالاترین درجه زیبایی و جمال را دارد. پس بنابراین یکی از موارد زیبایی الله متعال زیبایی ذات الله متعال هست. وجود الله متعال زیبا هست. و یکی دیگر از زیبایی های الله متعال زیبایی اسماء الهی هست و صفات الهی. ولله الاسماء الحسنى. الله متعال اسماء حسنایی دارد. تمام نامه های الله متعال احسن هستند. حسن یا حسنا و احسن یا به معنی زیبایی هست. اسماء الله همهشان احسن هستند، بهترین و زیبایی ترین نام هستند. اگر نام انسان زیبا هست، نام الله متعال زیباتر هست. هل تعلم له سمیا؟ آیا با الله متعال هم نامی رو شما سراغ دارید که نامه‌هایش مانند نامه‌های الله متعال زیبا باشند؟ ولله الاسماء الحسنى. الله نامه‌های زیبایی را دارد. هر نامی را که شما از نامه‌های الله متعال در نظر بگیرید، زیباترین شکل ممکنش را، کاملترین حالتش را الله متعال دارد. و هر کسی هم که نام الله متعال را بر خودش بگذارد بدین معنی که پسوند یا پیشوندی باشد، این نام نزد الله متعال زیباترین هست. بهترین نام نزد الله متعال عبدالله و عبدالرحمن هست که گویای بندگی و عبادت هست برای الله و برای الرحمن. پس بنابراین هم ذات الله متعال جمیل و زیبا هست و هم نامه ها و صفات الله متعال زیبا و جمیل هستند. در نامه های الله متعال نام نازیبایی و در صفات الله متعال صفت نازیبایی وجود ندارد. هم در ذات جمیل هست، هم در اسماء و صفات جمیل هست و اضافه بر آن در عمل هم جمیل هست. اعمال الله متعال، کارهایی که الله متعال انجام میدهد هم بسیار زیبا و جمیل هستند. بدین معنی که اعمالی که الله متعال انجام میدهد، تقدیری را که الله متعال برای من و شما یا برای موجودات رقم زده، تمام زمین و آسمان را در نظر بگیریم، هر ذره از ذرات این جهان هستی را شما که در نظر بگیرید که نشانه ربوبیت الله متعال هست که الله متعال خالق آن و آفریدگار آن بوده، شما را به زیبایی الله متعال میرساند. تمام اعمال الهی زیبا هستند. یعنی این که هر عملی و هر تقدیری را که الله متعال مقدر کرده بر اساس حکمت مقدر کرده، بر اساس رحمت مقدر کرده، بر اساس عدالت خودش مقدر کرده، بر اساس ودود بودن، رحیم بودن، غفور بودن، عادل بودن الله متعال، ظالم نبودن الله متعال، بر این اساس هست. بدین خاطر اعمال الله متعال همهشون زیبا هستند، گرچه از یک جهتی شاید برای ما اندکی ناگوار باشند، شاید یک تقدیری برای ما قابل تحمل نباشد، برای ما از یک جهتی شر باشد، اما مطمئن باش که الله متعال شر محض نیافریده، شر جزئی هست. حتما از یک جهت دیگر یک خیری را برای ما دارد. به طور مثال فرض کنید که باران میبارد. خب وقتی که باران میبارد اما شاید یک کوزه‌گری ضرر ببیند، کوزه هایی را که
ساخته و گذاشته که خوش بشوند شاید از بین بروند، اما از جنبه دیگر برای کشاورزان یا حتی برای خود همین کوزه‌گر و سفالگر منفعت هست. نعمتش و اثرش به خودش میرسد. اگر بیماری برای ما ضرر و زیان هست از جهتی، اما از جهت دیگر که کفاره گناهان ما می شود، این نعمت هست، خیر هست. پس بنابراین شر مطلق و محضی وجود ندارد. از یک جنبه چه بسا که شر باشد، اما از جنبه دیگر زیبا هست و خیر هست. و الله متعال زیبا هست و دوست دارد که زیبایی را در ما ببیند. ان الله جمیل یحب الجمال. زیبایی را دوست دارد. ان الله یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. الله متعال دوست دارد که آثار نعمتش را بر روی بندگانش ببیند. یعنی این که انسان مسلمان باید سعی بکند نعمتهایی را که الله متعال به اون داده، اینها را به وجه احسن استفاده بکند. لباس انسان زیبا باشد، کلام انسان و زبان انسان باید زیبا باشد با حرفه های خوب. رفتار انسان باید زیبا باشد. اعمال انسان باید زیبا باشند. باورها و اعتقاد انسان باید زیبا باشند. لباس و ظاهر انسان باید زیبا باشد. الله متعال این زیبایی ها را دوست دارد. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام ابوالاحوص تعریف میگوید که من یک روزی در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم و لباس نازیبایی تنم بود، پاره شده بود و یه مقدار کثیف بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید به من گفت الک مال، تو مال و سرمایه داری؟ گفتم که بله یا رسول الله. من کل المال، از هر مالی که حساب بکنی دارم، گوسفند و شتر و اصناف دیگر اموال و ثروت رو دارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان فرمودند که فاذا آتاک الله مالا فلیرى اثر نعمته علیک. وقتی که الله متعال به تو مال داده، پس کاری بکن که الله آثار نعمتش را بر تو هم ببیند. پس بنابراین بیاییم با توجه به این که الله متعال زیبا هست و زیبایی را دوست دارد، ما هم زیبایی را در وجود خودمان نشان بدیم. لباس ما زیبا باشد، اعضا و جوارح ما زیبا باشند، اعمال ما زیبا باشند، افکار و اعتقادات ما زیبا باشند، لباس ما زیبا باشد. ان الله جمیل یحب الجمال. الله متعال زیبا هست و زیبایی را دوست دارد. امیدوار هستم که الله متعال روز به روز به زیبایی افکار ما، به زیبایی گفتار ما، به زیبایی دلهای ما و به زیبایی ظاهری ما انشاءالله بیفزاید و ما را در دنیا و آخرت جز زیبایان و جز کسانی که سرفراز و سربلند هستند انشاءالله قرار بدهد. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا
من يجهل ربا سواه. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه. كم مر العمر ولا أدري بحياة